دوستان کیسی که در خدمتتون هستیم بلفار و پلک تحتانی و فوقانی داره. خب پلک فوقانی کاملا مشخصه، افتادگی پوست در پلک تحتانیشون مدل خاصی هست که هم پف دارن، افتادگی پوست دارن و یه گودیایی که پای چشمه. ما گودی رو باید براشون انتقال چربی رو انجام بدیم، هم در این منطقه هم در این منطقه، که چربی رو در واقع آزاد می‌کنیم و انتقال بدیم که در واقع ترانسپوزیشن چربی میشه. در بلفاروپلاستی مهمترین قسمت مارکینگ، ملازمه فرم مارکینگ پلک فوقانی و تحتانی اینجا شد. قسمتی که قرار چربی کاشته بشه بازم براش مشخص شد. ما برای اینکه خوشحال‌تر بشه گوشه چشم یه مقداری لیفت می‌کنیم. لازم می‌فهمید گوشه چشم تو مارکینگش به سمت بالا کشیده باشه. ما حتما در پلک فوقانی با چربی رو برداریم. ملاحظه در ایشون کاملا چربی زیادی هستش که براشون برداشته میشه. در واقع چربی مرکزی و کناری پلک تحتانی است که انشالله قراره اینو جابجا بکنیم به زیر پریوست جایی که گود هست. آخر عمل هست ملاحظه می‌فرمایید چربی که اینجا بود انتقال پیدا کرده و فیکس شده با بخیه به بیرون که تا 2 هفته نگه می‌داریم این بخیه‌ها رو بعد می‌کشیم که جای خودش فیکس میشه. ملاحظه می‌کنید هم پوست اضافه و هم چربی در واقع اصلاح شده. در دو طرف پلک فوقانی هم پوست و چربی اضافه رو براشون برداشتیم که ملاحظه می‌فرمایید که چربی